یک سکانسی رو مرتب دارم از 49 سالگی تمرینش میکنم. من میگم این سکانس رو بنویسین و بازیش کنید تو خودتون. سکانس اینه: زندگی من تموم شده و از اینجا به بعدش یه پوان به من دادن و یه هدیه است ادامه دادنش. وای، قرار بود من تو 49 خداحافظی کنم، الان هستم. چه صبح قشنگی. آخ به خواهرم زنگ بزنم، آخ مثلا با یه بار دیگه بریم کله پاچه بخوریم، با یه بار دیگه داره بهار میشه تو این خیابون راه بریم. چقدر آدم میتونه شادتر از این باشه که هست. مردم راهش بلد نیستن، سال به سال نشستن میگن آقا عید بشه عید بگیرن، هر روز عید بگیرین، هر روز صبح عیده. چرا؟ برای اینکه یه روز دیگه به ما دادن، عمری دادن، و زمین و آسمان و درک و ادراک و چشم و گوش و اینا عیده. هر روز صبح روسی بکنید با عزیزانتون و هر روز میتونه آدم یه کار دیگه بکنه. ما نمیدونیم که چقدر زندگیمون میتونه تغییر بکنه. با همون مقدار ثروتی که داریم هممون ثروتمند میشیم.